بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، حمدم مر خداوند را بعد دی قطرات باران و برگی درختان، و حمدم خداوند را بعد دی ریگی بیابان و دورهای زمین و آسمان، و حمدم خداوند را بعد دی ستارگان و کفکی دریاهان. دلا این نقشی عجب بر در دیواری وجود، هر کی فکرت نکند نقش بود در دیوار. تا قیامت سخن در کرم و قدرتی اوست، همه گویند و یکی نگفتن نآید به هزار. مکرم است به نام تو افتتاح کلام، تبارک اسمک یا ذوالجلال و الاکرام. بعد از حمد و ثنا سلام و صلوات خداوندی باد مر خاتم الانبیاء و المرسلین، حب القلوب و شفایها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم. نام شما عزیزترین باد در دنیا یا محمدا، ز بحر ما گنهگاران شفاعت نما. بعد از حمد و ثنا و صلوات محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم، رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. مصطفی گفت شبی معراج، الله داد بر ما چنین سراج. بعد از حمد و ثنا و صلوات محمدی و رحمتی به پایان الهی، ما و شما حضور داریم در این خانه مبارک، در توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم در سخن مبارک خون میگویند: بسم الله الرحمن الرحیم، من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی که یک سنتی من دوست داره وای من دوست داشته، کسی که من دوست داره وای با همراهی من در جنته. ما و شما حضور داریم در این توی سنت سنیه رسول، در توی ختنه که این کودک ناخدا یاسین بیگ و چندین برادراشو حضور داریم. اولا در این خاندان خوش آمدی میگیم، نوری دیده تاج سر، مهمان عطای خداوندی است. شطور ابراهیم خلیل میگویند: و ما تغدیت و ما تعشیت الا بالضیف. روزانه طعام نخوردم، شبانه طعام نخوردم مگرم با همراهی مهمان عطای خداوند است. انشاءالله بار دیگر خوش آمده، نوری دیده تاج سر. و یک نیم ساعت خدا خواهد انشاءالله دقتون جلب میکنه خدا خواهد، چون که در وقت معزیزه سخنی بیهوده انشاءالله گناهگاری دارد. و نیم ساعت خدا خواهد صحبت میگذاریم درباره تربیه فرزند. انشاءالله بعد از این خدا خواهد با کاراتون ادامه میدین. الحمدلله محترم جماعت، من امروز حکومت مونم انشاءالله راهبر دولت شفقت مرزیای فهم. هر روز در آینه جهان نما درباره تربیه فرزند، تربیه جامعه بسیار سخنهای مفید برای ما شما میرساند. الحمدلله امروز رئیس جمهور انشاءالله خدا خواهد هر روز برای تربیه کردن جوان پسر و دخترها انشاءالله بسیار وظیفه ها در پیش گذاشتن. این چنین برای ملاها هم هر روز خدا خواهد وظیفه ها می آید. برای تربیه فرزند اسلام عزیزم انشاءالله خدا خواهد بسیار دقت انشاءالله چی بسیار بزرگ دارد. پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزند به دنیا می آید انشاءالله یک چند حقها دارد. یکی این انشاءالله نام خوب گذاشتن است. وقتی که فرزند شما به دنیا میاره محترم جماعت، اولین نام خوبش مونه، نامش مونه که از در نزد جورهاش، در نزد همسینفاش شرمی باشد. دویم محترم جماعت، وقتی که کودک به دنیا می آید در گوشت راستش اذان گوین، در گوشت چپش قامت گوین، تا این که محترم جماعت همین طفل خردسال یگانه در گوشش نام آفریدگانش الله جرنگاه زند. محترم جماعت بینین
سیوم انشاءالله خدا خواهد انشاءالله انا یک دیگر عملی که میکنیم این ختنه کردن است. ما و شما امروز حضور داریم در این ختنه. این هم سنت خدا خواهد پدر ملت ابراهیم خلیل است. امروز من یک افسوسانه میکنم که محترم جماعت امروز موسفیدا همه بی‌پروا برای تربیه فرزند انشاءالله دقت نمیتین. بچه هایی که کودک ها هستن امروز خدا خواهد از خردسالیش، شاعر شیخ سعدی میگه هر کی در کودکی ادب برخاست در جوانی نخواهد ادب کرد. کسی را که میگه در کودکیش ادبش ندادی، در کودکیش ثواب و گناه و نیک و بد نآموزوندیش و در جوانی ادب کرده نمیشود. پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم گفتند طلب العلم من المهد الى اللحد، طلب کردن علم از گهواره تا لحد است. نه اینکه نگفتن که از سن 12 و 15 نه، از گهواره تا لحد است. حضرت مولوی میگن گر خواهی در جهان شوی خوشروی، از گهواره تا لحد دانش جوی. وقتی که ما و شما کودکان را انشاءالله خدا خواهد دانش آموزونیمش، کودکان را با دقت از خردسالیش تربیه کنیم. وقتی که بی‌پروا شدیم جوان که شد دیگه تربیه نمیگیرد. جوان شد امروز من مثل جوان هست امروز شکایت دارن، چندین موسفیدا چندین کمپیرهایی که شکایت دارن که بچم حرمتم نمیکند، بچم عزتم نمیکند، گفت نمیکند. برای چی؟ چون که در کودکی نآموزنده بشه، در کودکی خدا نشناختنمش، در کودکی پیغمبر نشناختنمش، در کودکیش معامله بینی یعنی همسینفا بینی کلان سالان نآموزندمش. از کودکی بی‌پروا شدیم امروز عذاب میکشیم. امروز سر زور آمد میگه خود من میکشم، سر زور آمد خود من فلان میکنم. از ترس ما و شما خدمتگاری بچه هستیم. کیف یکون المربی تکون المربا. پیغمبر گفتن تربیه کننده چه خیل باشد تربیه گیرنده همون خیل میشود. امروز ما تربیه‌گرا ویران هستیم، ما تربیه‌گرا امروز راهی بد نهستیم. بعد از شما چی فرزنداتون تربیه میگیرد؟ حال اینکه میگد نو عروس داماد و عروس نو کلین که میشود وقتی که تگی چادر میدرارد باید که بچه میگد از پیشانی دختر دارد و دعا کند پروردگارا همین زنی من با شرم و با حیا گردان، زنی من خدمتگاری خودم گردان، زنی من پدر مادر من حرمت میکردگی. امام غزالی در کتابش آوردین دعا که میگد. ما چه دعا میکنیم؟ کدام دی سنت پیغمبر کردی؟ کدام بود؟ ما شما عرق میزنیم بعد پیش چی میدروی؟ عروس میدروی. بعد زی نیکی روید زی بعدی بعد از شما چی میروید؟ نه بسم الله میدانی. حتی پیغمبر گفتن پیش از خوابگاه تو شما بسم الله من الجنب شیطان، پروردگارا ما از شیطان فرزنداش میشتگی دور کن. کدام شما دعا کردی؟ با فرزند خوب میخوای، با فرزند خوب امید میکنی. فرزند با دنیا میاری در کوچه ها میگردن نه سلام میدوند نه معامله خوب میدوند، فقط از دهنش تیلا میرزد، حقارت، فقط گپهای بد، نه سلام نه علیک نه معامله خوب. و شما چه خیلی انسان تربیه کرده ساده؟ اما الحمدلله مسلمان باید بچه تربیه خوب کند، همچنان تربیه کنند که در جامعه فایده‌ناک باشد، در خاندانش فایده‌ناک باشد. شیخ سعدی میگه گر حالی نخواهی فرزند را همیشه بیاموزش قرآن و خط و پیشه. اگر خواهی میگه بچت خوب شد، بچت با قدر شد، بچت در بین مردم با آبرو شد، میگه و قرآن خون کن و میگه یعنی علم آموزون و چیکار کن یا خوب آموزونش، پیشه یک کسب و کار آموزونش میگد تا اینکه وای در نموند. زیرا پیشه روز کار افتاد چون پیشه نداند منتظر از بیل و کلند و تیشه. اگر میگد وقتی که میگه قرآن خونش نکرد علم ناموزندش بعد کلند و بیل تیشه در پیش منتظر بیچاره و روز تا بگه چقری میکنه، روز تا بگه یک کلی مردم میشود. اگر میگد بیل و کلند و تیشه هم نداند میگد گوخر چراند در دشت و پیشه. همین هم ناموزی و یک گاو یک خر و در دشتا روزی دراز همون خصلت همون گاو خصلت همون خر میگذرش. دوره های حضرت عمر بود. محترم جماعت با دقت گوش کنین.
یک پیرمرد جوان آورد، کودک پیرمرد زدگی بود در چهرش. حضرت عمر گفت همین بچه من زد، شما در حق یک بزرگ بودنی پدر یک صحبت کنه، یک فهمانه اینه، این چیکار کرد؟ حضرت عمر گفتن میدانی تو بچم پدر راضی خدا راضی، میدانی تا پدر راضی نباشد خدا راضی نیست. برای رضای خدا یعنی پدر تا خدمت کن، پدر تا خوشنود کن، رسا در حق پدر و مادر. گفت عمر خواب شده است، لیکن پدرم در بالای ما حق دارد. گفتن آره حق دارد. کنی گفتن کدام حق است؟ یکم گفتن از جای مناسب خانه‌دار کردن. من گفت مادری من جای مناسب نیست. دویم وقتی که به دنیا آمد نامی نیک موند، نام من گفتن جعل است. یک جانداره که در درنی گوها تپکا میگردد، انمون نام دارم. من از نامم در پیش جورام شرم میدارم. سیوم ختنه کرگی نیست و من بر بلاغت رسیدم، امروز ختنم نکرده است. چهارم من روی دم که فقط نه علم نه آداب، فقط از قی گاوی چی خیل من. حتی حضرت عمر گفتن که پیرمرد تو آق شده ای. حتی اینکه رسول الله گفتن از دو طرفین آق شدن شما پرهیز کنین. اگر بچه ها تا تربیه خود نتین شما هم آق میشین، پیشگاه خدا در جواب میتی. فرزین تربیه کننده شما هستی، خدا خواهد انشاءالله. چی خیل تربیه میکنی خدا خواهد در آینده میگیری مکافات چه. ما شما تربیه ده بپریم، روز تا بگه زیری تلویزیون فوتبال مردکا باشه، روز تا بگه زنکا سریال، یک بار 6 درصد دست خون بچه نمیگه که بچه جان کوچه برمده، مالی کس ندوست، حقارت نکن، ای بای مصطفیدار حرمت کن، عزت کن، احترام کن. یک آدمی باردار رفته باشه گرفته بر حرمت کن، سلام تای خودت کلمه دیدی، کدام شما میگی؟ این همین میوه شماست، همین تربیه کردگی شماست که امروز ما شاهد میشیم بچه ها تو چی قدر بیادب. اون دخترها از وی میگذرانند، دخترها حقارت میکنند، در کوچه ما ناموس میکنیم. آوای دختر است، آوای خدا دختر کرده است. برای چی شما هر روز سری دستارخوان میشیدی اقل 1 ساعت برای تعلیم و تربیه بچه جدا نمیکنی؟ میدانین در اسلام معلم این نخستین این پدر و مادر است. 7 سال در زیر دست شما شخ میشود، 7 سال. بعدی 7 سالگی شدن بعد مکتب میرد با استاد دیگر یعنی انتخاب میکنه. تاوی در پیش شما استاد هستی، برای چی تربیهش نمیکنی؟ شاعر میگه پدر سحرخیز باشد فرزند سحرخیز میشود، پدر عرقریز باشد فرزند عرقریز میشود. چی یاد میگیرد از شما؟ انشاءالله خدا خواهد شما چیکار کنین اعتبارتین، شما تربیهشو کنین انشاءالله خدا خواهد. نزد لقمان حکیم عبدالعزیز گفتگیش از کودک آورد، کودک 6 ماهه بود. بینین 6 ماهه. گفتن همین یک نصیحت کنین، گفتن بچه چند شد؟ گفت 6 ماه است. 6 ماه گفت از ادب عقیب مانده است، 6 ماه از تعلیم عقیب مانده است. گفت ولی 6 ماه کودک. حضرت گفتن عجایب گپ میزنه، ولی کودک آخی نه دنیا را میدونه نه دیگر چیز. شما میگه از آداب از تربیه مونده است. خواب گفت من به تو سوال میتیم که همه مادرش چی خیلی همین شیر میتید؟ گفتن آخی قانون همه خیلی است، وقتی که کدام وقت کودک گریه میکند مادر شیرش میتید. انا گفت تربیه ویروم است. اگر گفت مادر برژیم ساعت 8 و گیم 10 و 12 و 2 و 3 و 4 و کده گفت اگر رژیم کتی میداد این بچه اطاعتی تو کرگی بود. اگر این خیل کند حالی تو اطاعتی نکرده، ای حالی تربیهش ویرومه. بیدین در شیر دادن امروز تربیه ویروم بشود. شیر دادن عبدالله مبارک بچه‌شون مادرشون سوال کردن که همین قدر کودک یک خوبه در جامعه تربیه کردی، برای ما دادی، چی خیلی تربیهش کردی؟ گفت وقتی که من کودک ما شیر میدادم اول طهارت میکردم بعد پیستانه در دهنش میموندم. کدام زن شما امروز طهارت کرده بیچاره دستش هم نمیشه اقلا؟ ولی اینکه رسول الله گفتن وقتی که شما از خواب بیدار میشین اولا سنت است، این سنتی پر است که 3 بار دستاتون شوین بعد لباس و بعد دیگر کارات نکنین. کدام زن شما میکنن؟ وای ها با طهارت شیر میدادن.
امام اعظم رحمت الله علیه پیش مادرش اومده سوال کردن که مادر جان من باید که در 3 روز قرآن ختم کنم بود 5 روز نه ختم شید سبب در چی است؟ همون پدر که یک لقمه ای که همون حرام خورد 2 روز تا از یعنی یاد کردن قرآن دیر موندی یک لقمه ای که پدرت خورد تو 2 روز از قرآن یاد کردن دیر موندی بینید امروز ما و شما امروز از کجا خوردن سیم چیکار کرده سادم انشاءالله فرزند چیکل بعد دنیا آدازیم هیچ کس نه شوق نیست بعد پگه مخزه چی میشه تروریست میشه بعد پگه آدم کش میشه پگه بعد جنگله میشه بعد خفش دمه گردی شاید میگد فرزندی نز باغی پدر فرزندی بعد داغی پدر یاد نبرار چید میکنه همی بچه یکاد میکند سربلندت میکنه همی بچه یکا میکند دخترها بخاق یکسونتان میکند بچه ها و دخترها برای همین در تربیه مستحکم شوین امروز من حکومت منم بازم میگم که در تربیه یوشیار شکفته ساد از بسیار مستحکم شین تربیه سخت بیستیم انشاءالله خدا خط من در شورای بینن از جهت سخت ایستادن عالم بسیار بود از جهت سخت ایستادن محترم جماعت آداب ناکا بسیار بود امروز چی پدر میبرد خرجی نمیگیرد میرود بیچاره مادر یک خودش نه گپش گوش میکند امروز با برمدست تلفن هر یک دخترچند هم تلفن 1 میلیونه هر یک بچه تلفن 1 میلیونه وای کجا میخونه دکوی وای هوشش در مود فیلم هوشش در انمو بازی ها برمده در دنیوه هوش در کینای هم بیتم است اینترنت مدره باید چی بشه آباد ولی ما اینترنت نمیدونیم اینترنت دورمدن نمیدونیم یک مایده کودک در کوچه ششته سلامش میدی کلش نمیبرداره شو تا سهره درم باره وای خواه نه کتاب میخونه نه تعلیم دارن نه باور میکنن از کودکات فعالات میکنن ناموس نکنن جا کاره نمیدونه آدم کلانسارات فعالات میکنه و هشکره گو میکروفون میتیمد عموما فقط از چی برمد با کلکولیتر کلش کم تو معلومی ماتیماتیک هم کلش نباری نیست همیشه 6 کیلو هم میزنه میگه به یک برگه و کلکولر نزنمش ماتیماتیک باری نبود ما کجا میریم بعد این مملکت کی پیشروی میکند پیشروی مملکت با علمه نبرو با آدابه با تمیزه این شیخ سعدی از کجا شیخ سعدی شد این محمد از کجا در جهان مشهور شد همش از علم شد من خدا حق سبحانه و تعالی پیغمبر محمد علیه السلام اولین قرآن که نازل شد سوره اقرا بود خدا گفتش خوان اقرا گفت خوان گفت محمد نگفت دان محمد نگفت دیگر کن دمک همه تمام جهان با علم میشود پیشرفتی محمد صلی الله علیه وسلم که با علم شد علم خواند علم یاد که گرفت در جهان مشهور شد نه بای بد اخلاقیش ای نیکیش محمد دنیا آنده شد امروز بچه نه تمام کلون ساله دروغ چی باور میکنه یگان راستگو نیست امروز الکذاب الله امتی dedi bilgin Muhammed yalgancılar kavmini ummet demez Muhammed anamı که کودک فن داره امروز معلوم شه anamı که کودک پدرش فن دارد مادرش فن دارد حضرت شیخ سعدی میگد همه شرمندگی ها از دروغ است چراغی راستان دایم فروغ است در این دنیا دارد این قدر خجالت چی باشد هجرتی روز قیامت آی دنیا نگه به دروغ میزنی پیش جورت نسرت خم خجالت پگه پیش خدا نمی خجالت و این 100% بالا میشه انا تعلیم دادگی کودک های شما انا تعلیم دادگی شما منم محمد علیه السلام بین از کودکش چنان آداب داشت چنان معامله میکرد که اهل مکه محمد الامین پیغمبر راستگو نامش دادن از چی؟ از رفتاری خوبش از گفتاری خودش محمد در جهان بلند شد بچه شد با آداب شد وقتی که پرسیدنش که این آداب ای قدر محمد از کجا یاد گرفتی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی گفت من خدام ادب داد بهترین ادب داد من پیامبر اسلام در کوچه رفته سادان یک پیرزند 20 کیلو بار داشت
بیچاره نتونسته کشاله برفته صداد. رسول الله برفتن مادر جان بیا من برای شما یاردم کنم. همون باشونه گرفتن به خانهشون رسوندن. حالانگه کمپیر گفت که ای گفت بچم این کاری که کردی یگان کس برای من یاردم کردگی نبود. بارک الله لیک فقط یک نصیحت میکنم. گفت نصیحت چی است؟ همه گفت محمد برمده است به شرطی در دینش دعوت کنه کاری که ابا نداره. پیامبر سلام تبسم کردن گفتن که مادر جان همون محمد من باشم چی؟ اگر به همین رفتار و گفتاری خوب تو باشی من ایمان میارم. گفت من همون محمد هستم. ببین پیغمبر بود که خدا گناهش دو دنیا نگذشتگی بود، همیشه معامله خوب میکرد، همیشه رفتاری خوب میکرد. بین معاملهش در مسجد رسول الله ششتگی بود. یک جوان اومد در درون مسجد طهارت شکست. بین این صبر بین طاقت بین. ولی اگر یک از اومده در مسجد طهارت کنن ما زده میکشه بشه. صحابه در غضب شدن. رسول الله گفتن من خوش رو کند چون که گفتن پیشاب بر انسان سلامتی ضرر دارد. خوش رو طهارت شکست. بعد شکستش دم گفتم بچه جان اینجا بیا، این جای عبادت، این جای طهارت کنی نیست، نگی کار دیگر. سه چهار قدم اون میگه گشت گفت محمد من برای سنجش اومدم که کنی صبر میکنی این بر حق من ایمان میارم. بین امروز بچه های ما شما در کوچه چی معامله داره. بین امروز از حقارت دهنش خالی نسته. باور میکنی کی یادش داد؟ همین معلم شما پدر و مادر شما اعتبارش نداده. امروز معلمات دست از بچه های شما میزنن. معلم های بیچاره با معلم ما که عیبدار میکنیم تو تعلیمش ندادی و 7 سال زیر دستی تو تعلیم گرفت ندادی شو که خیلی تعلیمش میتیده کدن وای شخص شد. پیامبر گفتن کودک نظیر نهال است، کودک گفتن از خوردش مستحکم و تربیه کن. همین کودک مرا بینیدن نهال میاره همه تو در خونه میشونونش. همسر تا میگوی که زنک جان کاری کرده این نگاه کن نشکنش بچه ها خارش میبندی دیگر وقتی که اون میونده که میدره بعد یک نظرش میکنی. کودک هم همین خیلی ای خوردش که نقبیدش، ای خوردش که وی کوچه برفت شوها گم شید بعد کی وی کودک میشه. کی بعد تربیه میکنی؟ کی اون که بعد 50 ندرمات بعد می همین درخت هم وقتی که میگه شخ شید اگر خدش کنی میشکنه. همین کودک هم که خورده که ادبش ندادی وای بعد جوان شید ادب نمیگیرد. آخر گپ تا میگردونه، آخر کار میکنه، آخر گناه میکنه، آخر هر گناه و جنایت دست میزند. پیش حکومت هم جواب میدهد، پیش انشاءالله خدا هم جواب بده. یاد نبرار این فرزندها را تربیه کردنش در گردن ما و شما مسئولیت است. باید که ما و شما تربیه هاش سخت کنیم، باید که ما و شما آموزونیمش برادران. من یگان تا سلام نمیدوند، سلام نام خدا است. باور میکنین همین روسان من یک خصلتاش تعجب میکنیم که همین روسا آدم هم میشناسن نمیشناسن زده سیتی میگه پریوت میگه. این مسلمان سلام دادن نه حقارت نه ناموس نمیکنه، سلام نه ناموس میکنه بیچاره. این سلام نام خدای برای تو تینجی باد، برای تو آسایشتگی باد گفتگی است. ناموس میکنه سلامش میتی با یک گنده میبینه خودی که یک حقارت این لیکن حقارت میکنه ناموس نمیکنه. علامت منافقی 4 چیز است میگد. یکیش میگد وقتی که انسان در غضب بیاید حقارت میکند، گپ زند دروغ میگد، وعده کند خلاف میکند. امروز تمامی وعده خلاف، این همش علامت منافقی است. باور میکنین در باب امانت میگد اگر یک آدم یک پچکه 1000 سومت یا همین برده برادر نتیگوید و یا 500 سومت کرده خیانته. یک آدم میگه که جوره جان همین گوه برای تو میگم هیچ کس نگو. امانت وقتی که رفته دیگر بارده گفتی اینم خیانته. خیانت خیلیش بسیاره. یا که یک از یک کتابت میتیه، یک از یک چیزت میتیه که در پیشت بیسته تا من گشته اومدن و همچی یک گهواره که چشم نگاه دار. اگر نگاه نداشتیش خیانت کردی منافقی. این المنافقین فی درکی اسفل النار. منافقان پگه در عذاب سخت‌ترین خدا گرفتار میکنند. سبب که دیده و دانسته گناه میکنی، دیده و دانسته انشاءالله میفهمی، دیده و دانسته خطا میکنی. باور میکنی از کودکای مدیک عرق خورده سادیت. ای کجا رفته ساده؟ کودکای مدیک مست گشتیان در کوچه. تا چون اندازه ما شما تربیش کردیم.
و حالی که عرق خورشید حالی که کودک است. امروز بک زنها مردان یک چیز پیدا شده، فاتحه. حالی مکتب میخونه فاتحهش که رساده تمام حیات ویرون شد. شب و روز بیچاره تلفن داره، خونش اومده ساده بیزواته. این شرمندگی. اول یک بچت بخونه صاحب علم شد، صاحب کسب شد، شاشمش نکن. حالی کلین هم میگیرید، حالی زن هم میگیره. زن گرفتگی و پشیمون نگرفته و در ارمون میگن عرفیت ده. پایسته نمیتونه خدا خواهر روستا بگه بیچاره گرفته برفته 5 سال و 10 سال کودکاش خواروزار در کوچه ها گشتیه. همینه تربیه کنید، شاشمش نکن. صاحب علم شد، صاحب کسب شد، صاحب هنر شد، خدا خواهد میگیری. حالی زن آدم ها در شورای در 25-30 ساله زن نگرفتن که بخواه شوند. من پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم در 40 سالگیش خانه دار شده. اولین زن شو خدیجه مادرمو بود. رسول الله بینه نه 25 سالگی نه عذر. رسول الله 25 ساله بودن، خدیجه مادرمو 40 ساله خانه دار شده. رسول الله در 25 خانه دار شدن کو. برای چی سنت رسول الله نمیکنی؟ در 18 و 17 و حال مکتب تمام نکرده جا. حکومت ما 11 سال مکتب قراشه برده دیگه 11 سال مجبوری بخونه. همین دهم شد هنریش شوتی اثر میکنی، هنریش زنتی اثر میکنی. وای که زن گرفت الله اکبر جنازش خوندن تمام. وای دیگه نه آدم بشه، هوشش در همون زننگ بشه، نه خوندنش پیش میره، نه هنرش، نه کاری جمعیتش پیش میره. این زنک هم یک فتنه حیات نبرار. خدا خواهد گنده باشه میگه این استود انجا میخونی من ده انجا میشینی من دکره یادت دیدیم این استود میخونی تو ما چی نگرفتی؟ شاورز غرغر کرن نگیرم مجبوری این استود هم پرتای مجبور خوردن هم پرتای. همینه عادت شاشمش نکن. خدا خواهد انشاءالله مون اسلام بخونه، اسلام صاحب کسب شد، صاحب علم شد، صاحب حرمت شد. خدا خواهد 10 تا زنک میگیرش. اگر دخترت خوب شد گفتی شاعر مشو غمگین اگر دختر بزادی که در زادنی دختر بود پیوسته سادی. بسا دختر صاحبی تاج گردد 100 پسر پیشی او محتاج گردد. خدا خواهد صاحب علمش که، صاحب خوشروش که، صاحب آدابش که 100 تا بچه خریدارش میکنه. شاشمش نکن. خدا خواهد در آبراده داده حیاتی و سوزونده. خدا خواهد انشاءالله امروز چندین جداشوی هستی است، بے تربیگی است. 18 سال تربیش نداده بیچاره را. 18 سال نگفتش که این ثواب این گناه های این معامله کردن در کار، این کدی کار کردن در کار و خونه میره خدمت کردن در کار. هیچ کس فقط پرداز اندازه میدونم خلاص. خوشی دختر در 60 کیلو مکشه میدونی حرمت نیست، عزت نیست. باور میکنید در شوره نمیدازن گفتگی همشه مویسا بدا زنها ساعتی 4 میخستن. سبب در چی میگفت که ای بای مردک باید که من خسرو خشتمانم پیشتر خیزم اول کوچه بردم او چاشو در کنم. امروز خشتمان بیچاره در خونه و در میروه چه تیار میکنه بعد کل کاشش ترنگ کنه ببره. همین های تربیه دادگید. بعد اومده شکایت کنم میخوید اومده میزنی. تربیه اول زورش که خدا خواهد انشاءالله آداب آموزونش. کوچه میروم و با کوچه میگذرم اقل یک دم بسم یک آدم گذشته سید فرق نمیکنه دختر اوتی که همین آدم گذشته سید بیز یک دمک جارو با دو. برای همین دمک فقط ما حیاتمون در شهرهای روز گذشته مردکا عموما تربیه در زنکا که گذشت زنکا عموما بیپروا. عموما بیپرواگی سببش من امروز میوه های ما و شما گرفتستگی و همین خوندم مردک کو مردک خوندار دیگه همین خوندم سیاست نداشته چی اما آیلت هم چموت که نگیره. همین خوندم سیاست نداشته چی عیدت را زن در جاش نخیده همین چموت که نگیره. نه باید که از در کی بدره زنک بخیزه قانون شریعت. باید که از در دره بچه از جاش بخیزه بچه نمیخیزه زیر تلویزیون خواه پاچگاش درازی کیومه از آده این بابا من حتم من میوینه بردوار تربیت. از خود تو شما خفشه از معلم نه از داملاها نه از خدا تو تربیت تو خفشه. خدا تو تربیت کرده اینا کی تربیتش کرد؟ 7 سال تربیتش کردی خدا خواهد چی با ناموزش میکنی چی به ناموزش میکنی در دست شمای.
در خونت امروز ماشینچه پیدا شده ساده، در خونت بیل و کلم پیدا، یک بار نمیپرسی که ماشینچه که جا اومد، یک بار نمیپرسی که زنک، این زنکاش ما با من میشنم خوبای میرفتیان مرکه تمام چیزا در خون میبسته، نه لگن میمونده نه چیز میمونده، خودی مردگی چیز نداره در خونش. این همش حرامه. صاحب خانه کی وای که راضی نیست وای حرامه. امروز تمام دوزیده بیچارات من خانه توی میکنه، دو روز باید ساکتا کنه اگر نیست لگن نیست. کی برده زمین کشیدش یا آسمان برد برف همه تو بردهمش زیری چندق نزدش با چقدر زندش نبینه با چی میگه همین میمونه ای توی اوه بیچاره با پولش خریده و راضی نیست و حرامه برای شما. برای همین سخن کنیم، سخن بسیار است، وقتم نزدیک است، خدا خواهد وقت بسیار نمیگیریم انشاءالله خدا خواهد. برای همین هممو خدا خواهد انشاءالله میانه بندیم، هممو انشاءالله برای پیشرفت جمعیت انشاءالله پیشرفت جامعه خدا خواهد انشاءالله با اولا خدامو با آداب شد، اولا خدامو انشاءالله هممو با آداب شده، هممو معامله همونه خوب کنیم، با همسایه بار میکنه همسایه کدی معامله خوش رو کنه، همسایه تا لعنت کدی گناهگار بشی ایاد نبرار. روز قیامت از حق همسایه الله روز قیامت محکمه سودش نه میپرسد ایاد نبرار این همسایه تا. یک ماشین خدا خواهد عرق دور کنه جماعت ها، عرق دور کنه. دینا یک جانش نیدم 500 دونه عرق برفته، یا تا نوبست نتیه نوبست کشته مردم دتیه میترسی و بجای 50 تا عرق نکش خدا خواهد 10 خطا آز خواهد برده تیان آدم مونده کم بغلان دته خدا راضی میشود. انا خورده زده مجا شکسته زدگی جنجال ریشه چه بشم عرقه، عرق همه دور شد رهنت عرق خدا خواهد در جامعه. پیامبر سنتن که الخمر ام الخبائث، خمر مادر بدیا های، الخمر مفتاح کل شر، خمر کلیتی بدیا های. تمام همه مکشیدگی نم عرق های. سپکای نمیان اینجا خوش شروع سالی دینویت پوشدگی یادم بعد نبینی که در شیمت میزیده انا عرق. یک دنبال میگه که زنک سر کرده یک دنبال میگه که ماشین زده انا آزی در روسیه روش خادمای حکومت یک و نشان دادن کینافیلم منده در زکس 7-8 ماشین برف ماشین تایی کمز زد، یک دخترچه مرد کلون داماد همش در رای خواهد. انا باعث عرق، انا عرق و آشت گوشت نخواب با عرق آبرو گیر آدم. کدام آدم با گناه آبرو گرفته؟ گو که آبرو گرفته کدام آدم؟ همه بزرگانی ما و شما چی شهزادی، چی بخاری، چی نوایی با چی درجه گرفت؟ با علم، با حرمت، با ترتیب، با انتظام درجه گرفت. نخواب با گناه، نخواب با زنا کس آبرو گرفته شد، نخواب با عرقری. این فالبینی ها بیده با هر روز پیش منه، این حرام این نامش. هر روز پیش من زنهای بیچاره یک بند نان دکره برده خانه آدمونه پرتافته شده، ناموس در کاره. حیات یک کسی چه لذت میکنی؟ اسلام همینه. اسلام در تعصیب که میگه حسید نخور. اوتان بچه تا گنرال که، اوتان بچه تا دکتر که، اوتان بچه تا مولا که. چه خب مستی؟ بعد دیده نمیتونی به فلان شد، پیستان شد، غیبت، بوتان. و خانم بچه تا خدا خواهد آبرو گیر. هم فرزند خدا خواهد با همه دوار دید تربیهش کن، دختر را تربیه کن. این بخشیگی هم حرام است. بخشی هایی که هسته خدا خواهد چشمات کشا فقط پیش خدا نه جواب میتی. حیات یک کس نه لیزید مکن، حیات یک کس نسوزون او بند میکنی گول میکنی خدا خواهد بچه یکات میکشی. انشاءالله خدا خواهد کما تدین و تدان روزی با همه دنیا دا میکنن تم انشاءالله خدا خواهد. او پیش بخشی چوا میره و منم تلفن همجا گم کردم انا برادر گرفتش. من میدونم عقل مای پیش بخشی وای دروغه. من یک بخشی یک داملا داشته گفته که همین بخشی جان گو همین تو هیچ یا میبینی همین آینک کردن. بعد گفته که میبخشی من خود نمیبینم. تو گفته چی خیلی بخشی شدی همین گف نشوستری باشی بخشی میشه. همین یک گفی دروغ زدن نگیده اتش توری میاد دیده که کار دالچی پل اومدن گرفته. این دروغ نباشه. بخشی هم خوردگیش حرومه. خدا قرآن در بخشی حرام کرده گیه. تمام فساد کرده پرتافتی همه جا. کی جا میره یک بند کی جا که میره
مزار گوران هم خوب نمونده ای دسته بدبختا. ای الله ترسین همه خدا خواهد انشاءالله همه رای خوب بگیریم، رای نیکی بگیریم، همیشه یعنی نخواه یک دیگر باشیم، همیشه دیگر دوست داریم، میر عاقبت زور کنیم انشاءالله. این دنیای چی نیست میگذرد میرود. همه دین کودک بدیم امروز مرا 50 60 70 درمدی 10 سال دیگر عمرمون نمون. یکی باید که گفتی شیخ سعدی که وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان، چنانزی که وقتی مردنی تو خندان باشی همه گریان. وقتی که میگه کودک به دنیا می آید باید بیچاره گریسته داد میگه همه مخورسن یا دیگر مبارک بادی میکنم یا نمی. وقتی که میگه دنیا نه همه خیل زندگی که میگه بعد مردنت همه گریه کند. خودت خرسان باش که ای خودم یک چیز موندم، ای خودم یک استناف که ساختم، ای خودم 10 متر اسفالت کردم، ای خودم مثال یک فرزند خوب موندم، صالح موندم، خدا ترس موندم، کتاب موندم. خودت خرسان باشی، نگاه که آدم خیریت بیزار خدا جون شگفتی یک هر روز می اومد تو پلنگ میکرد میزد همه جا تیپید میکرد خیریت خلاص شدیم نگرد. حسرت کنن، ندامت کنن، افسوس کنن مردم میگن انی خیلی زندگی کن. عاقبت این زندگی ها مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. عاقبت زندگی میموریم، یک پیش خدا بگا رو بره. پیامبر اسلام در کوچه شیشتگی بودن، یک جنازه را گذروندن، رسول الله گفتن وجبت. بس بعدی یک دیگه جنازه گذروندن گفتن وجبت. صحابه گفتن که پیغمبر چیه واجب گفتی؟ همه گفتن شما یکم جنازه گذشت تعریف کرد که آدم خوب بود، فایدهش به جمعیت میرسید، همه چیز بود، نماز خون بود، انسان خوب بود. من گفتم واجب شد، جنت واجب شد. دویم جنازه گذشت که آدم بد اخلاق بود، بد فعل بود، من گفتم واجب شد، دوزخ واجب شد. ببین آدم ها بها دادنش اینم نزد خدا یک مکافات بده است. آدم ها از شما رفتار تو، از معاملات تو، از کوچه ها خرسند شوند، از منفیت شما فایده برای همسایکات و هم معلقیات آزار نکشند. بدانن المؤمن علی المؤمن حرام مال و دم و عرض. مؤمن بر مؤمن حرام است، مالش خونش آبروش حرام است. آبرو یک کس نریزون، یک کس ناحق نکش. القاتل و المقتول فی النار. کشنده هم کشته شده هم دوزخ می رود. مال یک کس ندوست، حرام است. این مالی کس لذت برد بر کامت، گلوگیر باشد روزی قیامت. حالی میخری لذت نمیره، فقط روز قیامت گلونتا بدارد. و صاحب مال دعوا میکنن محکمه سودی لاینده باید جواب میتی. بدم این زندگی خوب کنه انشاءالله خدا، زندگی های ناز کنه، فرزندان تربیهاش سخت کنه خدا خواهد انشاءالله. فرزند خدا خواهد آینده ما و شما است، همین تربیهش در دست من و شما است خدا خواهد انشاءالله. همانو مستحکم شیم انشاءالله خدا خواهد برای پیشرفتی جمعیت، پیشرفتی خاندان. بگد پدر در کودکی گیرد دستی پسر، با امیده که در پیری گیرد پسر دستی پدر. همین خیلی تربیه که در کودکی دستک تگیره. امروز بیچاره موسفیدا خاروزارن. امروز باور میکنه پلا کار کرده اومده از زنن میترسی. بیچاره پدرک پاچکش لباسی کنه، معصی کنه، لباسی کنه، ناموس نمیکنه، از زنن میترسی. یک معصی خرده داده نمیتونی. ات یک تا بیچاره یک بار خبر نبگیری به سال مار ای شد زنت میترسی، چون که زنت سری پول تحساب کنه میتیا کاری که اتا پتا خبر نگیری با گناهگار بشه. ناشم کسیم تا بگیری برو میره. انا زنه هنراش، انا مردی تو که اتا بیچاره خاروزار کوچه برمده یک ششتی خورده نمیتونه. با میایی پنسه بیچاره پنسه خره برا پنسه چه خور. با کودک تا میفزین برا حتی بود پتینکت خره بود شیمت خره. این ناموس در کاره. و پدر بردک 18 سال 25 سال 30 سال کلونت کرد، خودش نخور خوروندد، خودش نپوشید پوشوندد. اگه ایام میخوردگش ایام راد نکنگش نه چون معاملش نمیکنی، چون حرمتش نمیکنی. مردا حیات نبراره. کدام انسانه که نماز خون باشی، خدا ترس باشی، اگر اتد اپد ناراضی باشه دو پلی 50 بار حج براو، 100 بار حج براو. هر روز مردم ده خرطیات خریدته تا پدر مادر راضی نیست، خدا راضی نیست. افضل میگه تمام
پدرته، افضل تام مادرته. بیچاره پدر مادر خاروزار خیرت حکومت نم رحمتی آمده پولش داده است. باور میگه من شاهد هستم در خاندانا جنگ دارن. بعدی که پدر وفات میکنه بچه ها جنگ تو گورش کن تو خوردی پنسشه به ناموس. در زندگیش یک بریده نانش نمیتی بعد مردن ستال نقریبت بکنی او بنانه بی او پیستر بی بادم بی روسیه با همون بنانه بادمت و در زندگیش ته بخره بیچاره گوسفند کش بر کشال که گفت ما پدر جان مزده که گوانه گوشت انا گوسفند بعد ما زنده میدونیم این 24 حرام از کجا کرده این نیست در اسلامی عزیز. این 3 روزه 20-40 سال این همش دروغه. این در اسلامی عزیز نیست. این همش فساد این بدعت این و بجای در زندگیش هیچی نباشه یک نونی گرمش برد نمیتونی مردک نیستی 1 کیلو گوشتی روغن دنبک بردش نمیتونی. بیچاره خارزار کوچه میبره دلش دوت یک شاشگینه چشما جودارک میزنه چون تککش پل نداره و هر ساعت 2 روزنک 10,000 قیدش مونده چون تکش خدا خواهد بچه یکت میکنه. انشاءالله بعد بچه هات میگیری خدا خواهد انشاءالله. یک حکایه ای خدا خواهد میگم به خاطر من میکنیم انشاءالله خدا خواهد. وقتی نمازم نزدیک است. یک بچه زن میگیرد این حقیقت است این قصه کتابی است. این وقتی که زن میگیرد زنش میگد بدرت گم کن. حتی در کلی و کینا فیلم های نشون داده گه انسان کینا میبینه اون حکایه میبینه بچهش میبرد بین بعد دیده غذا گی و بیکار نیست هر روز مرزوف جقیدنش بیکار نیست. این غذای معنوی تا بای که این غذای مادی تا شکت پرکه میگردی غذای معنوی تا بار که عمل کن. میگدم پدر تا گم میکنی من بعد به تو زندگی میکنم. میگد این پدر مساخی نه علاج نیست میگد بعد پرتاش نگجانده بعد پوش میکنه پدر شو بیمار بیچاره بعد طرفی کن میروه بعد پدرش درد میکنه و میگه که بچه هم طرفی کن نبر همین طرفی دریا بر انامجا دیدی یک گرداب های انامو گرداب نمانه پرتا میخنده بعد میگه که پدر جان برای چی میگه چون که من پدر منم جن پرت افتاده. ایاد نبرار خدا خواهد انشاءالله چی معامله کنی میگیری 3 دعا از رسول افتن شما پرهیز کنی. یکم دعای پدر و مادر دویم دعای مظلم بیکس سوم دعای مسافر پهزر کنی افتن که اینا بین خدا و بین بنده هم پرده نمیشده. چی دعا کند در همه دنیا پدر و مادر دعاشد جزاش میداده است. اگر جوانی مرد جاد داد جوانی مرد بشی نون نیافته خرگوه نون نیافته میخودگی بشی. برای همین پدر و مادر حتی قبلگاه حسابش میکنن. خدا سبحانه و تعالی برای همین ما و شما انشاءالله خدا خواهد زنها باشه را حرمت کنن انشاءالله شوهرها زنها را حرمت کنه خدا خواهد همه آبروت هم برداره زنک انشاءالله خدا خواهد. یک حکایه های یک مردک در روز ستاره مدگی میشه ستاره در روز مدگی میشه ما در شب از اون میبینیمش ای تلفن بینیه ای اینترنت درایه ای سریال بینیه ای فوتبال و ای کینای بیتوتونی که در تلفن دیدنش کور شده وای در روز ستاره مدگی میشه بعد پیش زنیشه میگه زنک میگه خدا من یک کرامت داده که و من در روز ستاره دیده ساده میگه مردک میبخشی و اینه خدمتی منه چون که زنک چایشم میمود پیالکشم میشوفت قاشقش شوفته میآورد طعامای خوب یگان حرامات آمیختش نمیکرد. تو بگو که یعنی خدمت تا که خدای کرامت داده نگم خدمت خیلی چیز گفت شد بعد پیاله نشته آوردش کاسه نشته آوردش آخر شاکور شد شاو میغلطیدگی شد در شاو ستاره نمیدگی شد. همین بینین خدا خواهد انشاءالله همه وابسته خدمت یک دیگره شوهرها زنها شوهرها را حرمت کنین انشاءالله خدا خواهد. صحبت انشاءالله خدا خواهد با پایان میکنیم وقت هم شده است انشاءالله نماز عصر نزدیک شد خدا مناسب بینند یک روزای خوب با صحبت میکنیم لیکن همه ما که میان بندیم این خدا خواهد فرزندان را تربیه کنیم جنایت ها پیش گیریم انشاءالله خدا خواهد همه مستفیدا زبان برای تربیه شایع کن گجای میشینی جوان ها را گو این نعمتی دنیا را گو این مستقلیت نعمت چگو بین این نعمت هایی که بر ما شادی خونه های زیبا این ماشین های زیبا در کجا بود در شوره باور میکنه ماشین گرفتن جنایت بود ورا سفید میخردی جمعی سفید های بعدی من رفته پرسو ورا سفید میخردی دپروس میدادی امروز سمالیات خرد
من رئیس جمهور عادلتیش این ناز و نعمت بین امروز 200 کیلو گرندم داری این نان بی این نان شکر کردن در کار شوخی نکردن در کار اسراف نکردن در کار کل اسراف این حرامون اگه توی یک آد یک نه خدا خواهد زندگی برن کده تو پس تکنه خدا خواهد انشاءالله یک زنها تا گیره کرات بره و سمرقند برا بیچاره زن ویشتان ندم برده رفته سه همه رسیم های گارد لای همه آخر کنم اینجا برم آخر جا اونجا برم خونه برم بیچاره زن هم شهر ندیده و زنهای ما خوشرو هم خوشش نوسمه زن خدا که کوچه براش میسی فرغانه دمشه بگیره و بر یک گسنیسیکای خوب یک رستورانکای خوب چای خونه های خوب دراش یک مزه کنه بیچاره تا که فقط روارم آبرو نروه برا آبرو نروه آبرو سر تکره آبرو گفته بانکرا چیدن در کار آبرو گفته بار نکنه نون نیافتن در کار میبن و قدری پلا نرسه پیامبر رسولتن کسی که بر ریجه کار نکنه کمبگر نمیشه ریجه کتی کار کن پلان کتی کار کن وقت هم شده است انشاءالله خدا خواهد صحبت با پایان میکنیم و به یک تلاوت قرآن انشاءالله خدا خواهد موعظه با آخر میرسونیم با شرط سخت داشتیم گپ حضور انشاءالله خدا خواهد حضور خواهی میکنیم دیگه همش از سوختن جان است خدا خواهد برای انشاءالله هممون بیدار شیم انشاءالله هممون انشاءالله خدا خواهد برای تربیت عائله فرزند تربیت جمعیت کمر همت بندیم انشاءالله خدا خواهد مستحکم برای پیشرفت دولت که منم بار کنیم پرزیدنت امروز چقدر سبوکیا چقدر انشاءالله پیشرفت برای شما آماده کنه بینه نه این خیلی حیات زمان رای کفرانی نعمت که کفنگی تا دست نبرده برای این شکرانی نعمت بسیار کنیم با خدا عبادت کنیم نماز کامت در وقت هم خونیم خدا خواهد گناه نکنیم انشاءالله خدا خواهد نه خیانت در جمعیت نه در خاندان میکنیم انشاءالله رس خداوند وعده میتید که البلدة الطیب یخرج النبات باذنه الذی خبث لا یخرج الا نکدا کدام شهر و دیهاتی که خوب میشوه آدماش با انصاف میان گناه کم میشوه خدا میگه من تمام نیز نعمت میبرارم کدام شهر و قشلاقی که گناه میشن فقط عرقخوری زناگری آدم کشی قیمار بازی فال بینی فقط اونجا میگه خاری غیلان میریه خلاص خدا ناز و نعمت از ما میگرفته شکر کنیم انشاءالله گناه نکنیم بیا هممون با انصاف بیم هممون شکرانه نعمت کرد شکرانه این زمانه کرد خدا خواهد با عائله‌مون خوش و خرسندی زندگی را خدا خواهد به پایان رسونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بخشیدیم صاحب ثمره های آیت های کلام ربانی را بر رضای حق سبحانه و تعالی، خصوصا برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، برهانت امامان خصوصا امام اعظم صوفی، برهانت جمیع زشتگانی این منزل و مکان، بیکسان بیچارگان دور افتادگان غریبان شهیدان، خصوصا اهل همین جماعت، همین اهل خاندان، همین دیار نگذشتگی خدا خود طریق رحمت شایسته جنت بگرداری و این برادر خریسانی کردن خدا به درگاه خود قبول نمای سایبان آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی آرامی خاطر جمیع تنسیتی فیض و برکات عطا نمایی. همین کودکایی که یعنی ختنه میشن پروردگار عمری دراز رزقی فراز در آینده که فرزندای صالح عالم و قاریانی با عمل بگردانه. خدا در تمام دنیا تینجی آرامی خاطر جمیع تنسیتی فیض و برکات، خصوصا در جمهوری ما شما یک دیگر فهمی بین ملت ها خدا مهر و عاقبت را خدا بردوام بداری. رئیس جمهورم در خاندانش تینجی آسایشته خاطر جمیع عمری دراز تا رئیس ناحیه از برای بهبودن زندگی مردم سعی کوشش دارند. الله در سعی کوشش آنها برکات عطا نماید. این جمهوری ما را مثل جمهوری پر اقتدار شدنش را الله نصیبه بداری و این استقلالیت و این آزادی را تا قیامت خداوند برای ما شما نعمتی که بسیار داد خداوند پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم. با دقت تشکر، خوش آمدید.